سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پست‌های خانگی. ما امروز همراه پیچنه ساچنیک با تворог تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 300 گرم آرد، 150 گرم مسله من یک دقیقه به میکرووالنوفکا گذاشتم. آب نیو من ملایم شد. 100 گرم сахарный пудра، 2 دانه تخم، 3 قاشق سمیتانه، 10 گرم разрыхлитель لازم است. برای نچینکش باشد 300 گرم تворог، من 5 قاشق شکر لازم است. ما در اول من مسله را میگیریم. مسله، сахарный пудра، сметана، یک دانه تخم را همراه کرد. همیشه من با همراهی وینچی خوب آمیخته میکنیم. خوب آمیخته کردم. من یک دانه تخم همراه کردم. من یک دانه دیگهش برای تворог. اکنون آرد را همراه میکنیم. آرد همیشه نیه، کم کم همراه کرده آمیخته میکنیم. آرد نیمچه انداخته بالای آرد ما به من разрыхлитель رو میاندازیم. من کم کم همراه کرده آمیخته میکنیم. خمیری ما تیار شد. من میبینید چقدر ملایم من روغنین تیار شد. اکنون خمیر با مدت 30 دقیقه به یخدان میمانیم. تا گرفتن خمیر ما چینکش تیار میکنیم. تворог من 5 قاشق شکر همراه میکنیم. اگر شیرینی را دوست دارید بسیارتر همراه کنید. من تخمه سفیدی زردیش جدا میکنیم. تворог گرفته من یک قاشق سمیتانه همراه کرده همیشه خوب آمیخته میکنیم. زردیش برای روی پیچنه ما همیشه خوب آمیخته میکنیم. اگر تворогش ما خشکتر باشه میتونید یک قاشق دیگه سمیتانه همراه کنید. نکی من تیار شد. من خمیری ما هم دم گیریم و خمیره میکشاییم. خمیره کشادم. اکنون من قالبچه من گل مانندش که زیر میکنم. شما نباشد شما یگان پیاله یگان قالبچه دیگر که من خیلی کلوله کنید که به نهایت خوشرون بیاد. اضافه‌اش میگیریم. خمیره گرفتیم. من همین تворог لبش بنیه ما بینش بمونیم. ما مابینش بمانده خودش من محکم کنیم. من لبش میبیاد. ما لبش بمانده محکم کنیم. تворог میبرود. من ببینید چقدر شروع شد. من هم برود. من پیچنه رو کشیدم. اکنون من زرده تخم با 2 قاشق شیر همراه کردم. روش میمالیم. آمیخته کرده روی این پیچنه رو میمالیم. به حرارت 180 گرادوس با مدت 25-30 دقیقه به تفتان میگذاریم. چگونه میبینید پیچنی های ما هم پختند. من کمتر سخنی پودر میپاشیم باز هم زیباتر میشه. چگونه میبینید پیچنی های ما هم تیار شدن. اگه درونش هم ببینید چقدر تیار شده است با تворог. به نهایت عالی تیار شده است، ملایم با لذت. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، подписаться کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.